سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما شکستند در کانال شبکه به سال حق. انشالله که همیشه موفق باشید و حق‌گو باشید انشالله. من محمد هستم از ایران، در واقع از تهران، از طلسم هستم. من دیشب داشتم شبکه به سال حق نگاه میکردم، دیدم که این شبکه مبارکه به سال حق دیدم یه شماره پیامگیر گذاشته. من خیلی خوشحال شدم. فرصتی است که در محل کارم باشم، صدای خودم به گوش خواهران برادرانی که بیننده این شبکه هستم صدای خودم برسونم. من خیلی خوشحال هستم که حدود 1 سال میشه من از خرافات بهتر دست برداشتم. خیلی خوشحال هستم، خدا رو شکر میکنم که با این شبکه‌های توحیدی مثل شبکه کلمه، شبکه نور، شبکه به سال فارسی، شبکه به سال حق خیلی خوشحالم و تشکر میکنم از شما، از این کلیپایی که خیلی واقعا دروغان یه عده آدمای واقعا دروغگو رو دارید پخش میکنید، دروغایی ندارید به ما توجیه میکنید. من خیلی تشکر میکنم از شما، از شکستند در کانال شبکه به سال حق، از دوستانی که در پشت صحنه هستن، از همه شبکه‌های توحیدی واقعا تشکر میکنم. از شکستند در کانال شبکه کلمه، شبکه نور و شبکه به سال فارسی واقعا تشکر میکنم. به نظر من برای اولین بار تماس میگیرم، نمیتونم خیلی راحت صحبت کنم. انشالله در آینده من بتونم صدا خودم رو به گوش دوستان خودم برسونم. وقتی این نرسیده که خواهران برادران که صدای من میشنون با قرآن مراجعه کنن و ببینن که چقدر به ما دروغ گفتن، چقدر سر ما کلاه گذاشتن، چقدر ما رو به سمت خرافات و بدعت کشوندن که متاسفانه در جامعه ما دیگه الان دیگه نماز و عبادت و نمیتونم قرآن خوندن اینا دیگه اصلا اینا خرافات شده. انقدر شرک زیاد شده که اینا دیگه شده خرافات. طرف الان میره دیرم مشکی میگوشه که مثلا این عبادت دیگه، میاد یه دستبند سبز میبنده که این تبرک شده کربلا و نمیدونم شاب طلسم و